سرخط مهمترین خبرها: یک کارمند پلیس را برای پاره‌گیری جزا دادند. حمله 3 نورس به یک مهاجر در روسیه و تحقیقات: واگنر 48,000 زندانی را به جنگ برده است. درود بینندگان عزیز و خوش آمدید به برنامه نوید بامدادی. با آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان در خدمت شما هستیم. امروز 11 ایون سال 2024 است. صبح امروز در شهر دوشنبه سیمین کنفرانس بین المللی عاید به مسئله آب آغاز می شود. مقامات گفتند در این همایش نمایندگان بیش از 100 دولت عضو سازمان ملل و تحلیلگران آب و اقلیم از 62 سازمان شرکت می کنند. بر اساس برنامه کنفرانس در آغاز همایش رئیس جمهور امامعلی رحمان، مدیر یونسکو و معاونان پرزیدنت از چند کشور افریقایی سخنرانی می کنند. در نظر از کنفرانس مذکور تا 13 ایون ادامه کند. تاجیکستان یک از کشورهای منطقه است که در مسئله وابسته به آب با سازمان ملل پیشنهادهای زیاد ارائه کرده است. مقامات تاجیکستان همیشه با افتخار میگویند با پیشنهادهای تاجیکستان سازمان ملل چندین قطعنامه وابسته به آب را قبول کرده است، اما منتقدان میگویند در داخل تاجیکستان تا هنوز یک قسم اهالی با آب تازه نوشاکی دسترسی ندارند. یک کارمند پلیس در ناحیه جبار رسولوف برای گرفتن پاره 27,000 سومانی جریمه شده است. در این باره خبرگزاری از پلوس با تکیه به دادگاه ولایتی ساخت گزارش داده است. به قول منبع شیرزاد تاجیبوف، کارمند خدمات محافظه، یک نهاد زیرتابع وزارت کارهای داخلی در ناحیه جبار رسولوف بوده است. دادگاه او را گناهکار کرده است که از یک ساکن خوجند برای قبول کردن به کار 4,000 سومانی پاره گرفته است. نظر شیرزاد تاجیبوف به قضیه و حکم دادگاه معلوم نیست و روشن نیست که او خود را تا کجا در این کار گناهکار می‌حسابد. دادگاه بر علاوه 27,000 سومانی جریمه اینچنین تاجیبوف را 2 سال از حق کار در مقامات حفظ حقوق محروم کرده است. فساد یک از مشکل‌های اساسی تاجیکستان گفته می شود. ترانسپرنسی اینترنشنال یا شفافیت بین الملل در اول سال 2022 گفته بود که اکثریت در تاجیکستان باور دارند پاره‌گیری از خودکنی پول دولت، خیش و تباربازی و موردهای دیگر از مسائل پهن شده می باشد. پلیس سنت پترزبورگ 3 نورس را برای حمله با کارد و زخمی کردن یک مهاجر بازداشت کرده است. مهاجر 31 ساله و راهرو بوده است ولی از کدام کشور بودنش را نگفتند. به نوشته خبرگزاری تاس، این مهاجر بگاه 9 ایون نزد یک بنا را تازه میکرد که از آشانه 12 به سرش پرتاب انداختند. منبع میگوید وقتی این مهاجر خواست نورسان را از این کار منع کند، 3 نورس به مهاجر حمله کرده با کارد او را زخمی کردند. احوالش وزن گفته می شود. نورسانی که به مهاجر حمله کردند 15، 16 و 18 ساله بودند. پلیس سنت پترزبورگ گفته است که این افراد را به اداره پلیس برده تحقیق حادثه ادامه دارد. در اساس این حادثه پلیس با اتهام قصداً رسانیدن ضرر سبک به سلامتی پرونده گشوده است. سالهای گذشته نیز حمله به مهاجران و حتی کشتن آنها در روسیه زیاد اتفاق افتاده است. تحقیقات نوی میدیازانه و بخش روسی BBC معلوم کرد که شرکت مزدوری واگنر در سالهای 2022-2023 زیاد از 48,000 نفر را از زندانهای روسیه به جنگ در اوکراین برده است. بیش از 17,000 زندانی در نبردها برای بخموت کشته شدند، نوشتند تحقیقگران دو رسانه. به اطلاع همین منابع، گروه نظامی واگنر از ماه ایول سال 2022 به جلب محبوسان به جنگ آغاز کرده بود. ماه اکتبر سال 2023 خبر رسید که تعداد محبوسان در زندانهای روسیه به طور رکوردی یا 54,000 نفر کم شده است. تا آغاز جنگ در اوکراین گفته می شد که در زندانهای روسیه حدود 10,000 تاجیکستانی محبوسند. آمار رسمی در دست نیست که چه تعدادی از آنها به جنگ برده و در آنجا کشته شدند. وزیر کارهای داخلی تاجیکستان تنها یک دفعه تصدیق کرد که از یک زندانی روسیه حدود 100 تاجیک به جنگ جلب شده است. تا این دم درباره کشته شدن ده‌ها محبوس تاجیک در جنگ ضد اوکراین خبر رسید. یوگنی پریگوژین، مدیر پیشین شرکت مزدوری واگنر، ماه آگوست سال 2023 هنگام افتادن هواپیما در راه به سنت پترزبورگ به هلاکت رسید. آشوب پریگوژین به ضد فرماندهان بلند رتبه روسیه 2 ماه پیش از حادثه شبهه و گمانها را در اطراف مرگ او بیشتر کرد. تپه یا قلعه شهر باختر که در بالایش آثارخانه بیبی خانم بود در حالت صدمه قرار گرفته. مقامات میگویند که آن را تعمیر میکنند. در میان مردم سر و صدایی هست که آن را ویران کرده در جویش ساختمان دیگری می شود. نام اول شهر باختر که قرغان تپه بود محض به خاطر همین تپه نامگذاری شده بود. ساکنان چی نظر دارند؟ آیا بودن تپه در شهر ضرور است برداشته شود یا بماند؟ نظر ساکنان باختر را یک جا میبینیم. همه آدم آمدگی قرغان تپه را به نام همین تپهش میشناسن. برای همه فکر میکنم باید نکنم. یه بسیار مردم میبرن بالاش تماشا میکنن. مردم خیلی
مردم نمیدونن که این چی تاریخیه باید نکنن خیلی بیست کنتپر با همین میشناسن من میگم آباد کنم میشوه این صورت کردن با من نگدم من نمیدونم که آباد کنم با بهتر خسروتر میشه نازنین میشه شهرمان وظیفتر میشه یا جای دمگیری میشه شغلانه خدا خیلی که ضرور برگشتن همینه که بکنن بهتره همین خسرو کنن بهتره برای که من همون شدم همین تیپا بود در همینجا زوده اینجا گذاشت خیلی که شهر و همین کرگان چکنه بودن همینجا جوانی ما در همینجا گذاشته کرد همش خسرو همش زیبا فکر من که ایستاد خسرو وظیف شهر را خسرو کرده ایستاده است اینا میکنن بعد چی میان جایش به وای میکنن من همین نوسان خطی می آمدم تماشا میکردم درونه سوسوشا اما چی میگن اونو ارکیتکتر میگن چی میگن من نمیگم بینا چی در کار نیست ریمون کنن خسرو کنن ما خور بداریم نباید ما ایتا نگاه کردن نمیشه دیدم به حد بلند خسرو خیلی یک قیامت هست شد خسرو کنن بازار نه شاید ما خسرو میشه خیلی تاریخی همه چیزی همی دور قدیم دوری خیلی حاضره خیلی همش خسرو همش زیبا نوسام آورده تماشا میکردیم حتی نوسام کمان شده همش در مسکو میخونن اخو میدونم خیلی چیزی بگه بخش یک روز تاریخ را در تقدیم همکارم خیرامان بقازاده تماشا کنید که مهمترین واقعه‌های تاریخی در روز 11 ایون را فرا می‌گیرد. مقامات زندان‌های تاجیکستان 11 ایون سال 2020 گفتند 11 محبوس از التهاب شش یا پنیومونیا درگذشت. در زندان هم مقامات هیچگاه اعتراف نکردند که کرونا ویروس به پشت میله‌های زندان راه یافت، در حالی که برخی خویشاوندان بیماران به کرونا ویروس گرفتار شدن محبوسان را تصدیق کردند. 11 ایون سال 2017 مقامات پولشا گفتند از سال 2016 با موج بی‌سابقه مهاجران و پناهجویان از تاجیکستان روبرو می‌شوند. آن زمان 830 نفر خواستار زیستن در این کشور اروپایی شدند. اکثر تاجیکستانی‌های پناهجو با نارضایت از فضای سیاسی ترک وطن کردند. 11 ایون سال 2011 سازمان جهانی کار گفت در تاجیکستان 200,000 کودکان مجبور هستند به خاطر تأمین خود و یا خانواده‌هایشان کار کنند. کار در صحرا و خانه، تجارت و یا عرابه‌کشی هرچند منع است ولی به یک مشغولیت معمولی کودکان خانواده‌های نیازمند در سال‌های آخر تبدیل شده است. صبح امروز در بانک‌های تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسیه به 119,120 سومانی برابر است. 100 دلار آمریکایی باشد تا 1068 سومانی ارزش دارد. قربی رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، برنامه نوید اینجا به پایان رسید. خبرهای از این بیشتر را در سامانه رادیوی آزادی با نشان azadi.org پیدا کنید. تا فردا، خدا نگهدار.